وقلیل من عبادی الشکور. به نام الله بخشاینده مهربان. تماشابینان گرامی، ما چند وقت پیش برنامه آماده کردیم و به بعضی سوالهای شما از طالب علمان جواب ها جستیم. چند روز پیشتر درباره سجده کردن به یک سوال جواب گفته گفتید که اورینج ها نباید که به زمین رسد وقتی سجده کردن. و امروز از تماشابین ما از 2 نفر سوال آمده رسیده است. نوشتند که خواهش میکنیم به ما جواب گویید زنها چگونه باید سجده کنند؟ اورینج هایشان به زمین رسد یا نرسد؟ خب با همین سوال کوتاه جواب میگفتید. اصلا نماز مردها و نماز زنها یک نوع است، مگر در آن مسئله هایی که شریعت آمده زنها را از مردها جدا کرده باشد. در حدیث بخاری و مسلم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را منع کردند ولا یبسط احدکم ذراعیهم بساط الکلب، یکی شما 2 ذراع خود را به زمین پهن نکند، به زمین نچسباند چه خیلی که سگ آن 2 ذراع خود را به زمین پهن میکند. گفته نهی کردند. نگفتند که غیر زنها، یعنی برای زنها اجازت است بگذار آنها چسبانند. گفتند مثلا در بسیار کتاب ها آمده است که فرق میکنند علما، میگن زنها باید ذراع خود را به زمین چسبانند و بین ران و شکمی آنها باید ضم باشد و جمع باشد ولی انها استر لها، و این کارها برای پوشیدن عورت او نزدیکتر است. گفتند و یگان دلیل از قرآن و سنت ندارند، فقط اجتهاد عقلی هست که عورت زن پوشیده می شود، حالا که شریعت برای پوشیده شدن عورت زنها علاهیده امرها دارد، مانند این که حجاب آنها و ستر آنها که باید وسیع باشد و تمام اعضای بدن آنها را بپوشاند. غیر از این نماز زنها بیشتر در خانه هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و نماز زنها در خانه هایشان بهتر از نمازشان در مسجدشان. اگرچه در مسجد هم برای زنها نماز خواندن اجازت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر زنهای شما اجازت رفتن به مسجد بپرسند شما آنها را منع نکنید، اگرچه خانه هاشون برایشان بهتر باشد. و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و در زمان ما جای نماز زنها از جای نماز مردها فرق میکند. در زمان پیش زنها در صف آخر میخواندند، در زمانهای ما در تمام مسجدها بین نمازگاه زنها و مردها یا پرده از چوبین یا پرده از متا یا پرده از دیوال هست، بین مردها و زنها جدایی هست، بنابراین یگان حاجت این گونه سخنها ندارد. و اگر ضرور میشد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم جدا میکردند، چه خیلی که در صحیح بخاری از حدیث ابو هریره آمده است که التسبیح للرجال و التصفیق للنساء، گفتند تسبیح برای مردها هست و کفکوبی برای زنها هست. گفتند یعنی در صورت غلط کردن امام اگر مقتدی از مردها کسی خواهد که امام را اصلاح کند باید سبحان الله گوید. اگر از مردها کسی امام را آگاه نکند، همه در فکر دنیا باشند، زنها اگر خواهند که امام را آگاه کنند آنها باید تصفیق کنند، یعنی کفکوبی کنند. به این واسطه امام را آگاه میکنند که امام غلط کرده است. و در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم بین مردها و بین زنها جدایی انداختند. گفتند برای مردها تسبیح است و برای زنها کفکوبی است گفته. و در سجده کردن و در رکوع کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم بین مردها و بین زنها جدا نکردند، حالا آنکه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه دار هستند که شریعت را به مردم به پررگی بیان کنند. در حدیث ابن صبیره رضی الله عنه آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، در استنشاق مبالغه کن، یعنی وقتی که به بینی آب میگیری سخت آب کش، الا ان تکون صائما، مگر اگر روزدار باشی، در آن وقت
ببینی آب را سخت نکش گفتند، چون که احتمالی به دماغ آب رفته به واسطه دماغ به حلق می رود و در نتیجه روزه انسان فاسد می شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث طلق می بینیم که ماه رمضان در داخل 12 ماه یا ماه است، لیکن فراموش نکردند در استنشاق مبالغه کن، مگر اگر روزدار باشی مبالغه نکن گفتند. یعنی اگر نماز زنها از نماز مردها فرق میکرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که شما مانند سگ‌ها ذراع‌های خود را به زمین پهن نکنید مگر برای زنها اجازت است که پهن کنند میگفتند. و حالا که در صحیح بخاری در حدیث مالک بن حویرث آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما نماز گزارید چگونه که مرا دیدید که نماز گذاشتم. یعنی من چگونه نماز خواندم شما هم همین گونه نماز خوانید گفتند. و این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم عام است، تمام مردها و زنها را در بر میگیرد. والله تعالی اعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.